برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با عرض سلام و احترام شوکت محمد با شما هستم. در برنامه امروزه دیدگاه درباره 3 کارگر و 50 رئیس گپ میزنیم. بود نبود 50 رئیس بود. 3 کارگر داشت. حالا شما تماشابینان عزیز لطفاً تگمه لایک را پخش کنید. ما باشیم با کمال میل برنامه را آغاز میکنیم. مقامات رسمی شهر کانیبادام اکسی را که در آن 3 زن در زمین کار میکردند و مردهای لباس رسمی پوش زیاد در بالای سر آنها قرار داشتند شرح دادند. به گفته آنها این عکس از یک سمیناری آموزشی بوده که زنهای کشاورز و شرکت کنندگان آن طرز کشت کارتوشکا را نشان میدادند. 2 روز آخر عکس در شبکه‌های اجتماعی شوری را برانگیخت و به انتقاد شدید کاربران مواجه شد. در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و دیگر شبکه‌های اجتماعی همین عکس را بررسی می‌کردند. قسمی به آن نامگذاری کردند مثل 3 کارگر و 50 رئیس. بعضی گفتند حقوق زن در تاجیکستان. رسم را ماندن نوشتن حقوق زن در تاجیکستان. بعضی ها با شدیدتر گرفتند 3 مرد و 50 نامرد. 3 زن را مرد گفتند و آن راست ایستادگی 50 تا مرد را نامرد. 3 مرد و 50 نامرد. انا همین خیلی چندین تا نامگذاری شد این عکس. قسم دیگر آن را واقعیت امروز تاجیکستان نامیدند. عکس بیشترین شرح‌ها در 2 روز آخر را گرفت که بیشترشان منفی و انتقادی و تمسخری بودند. در همین حال بهادر محمودوف متخصص پیشبری شعبه ایدئولوژی حکومت کانیبادام به خبرگزاری آزیا پلوس عکس را شرح داده است. این مسئول حکومت کانیبادام گفته است که این عکس از یک سمیناری آموزشی است که زنهای کشاورز و شرکت کنندگان آن طرز کشت را نشان می‌دهند. این مسئول دولتی میگوید در فیسبوک نفر تصادفی یا برقصدانه عکس را گذاشته گفته است که 3 کارگر و یک چند کارفرما که با این کار واهمه برانگیخته است. اما در اصل به گفت این مسئول دولتی این خیلی نیست. فقط همان 3 نفر زن برای اشتراکچیان سمیناری تجربوی کشاورزان ولایت شینانیدن کارتوشکا را نشان دادند. این زنها نشان دادند که همچون تجربه باید هنگام کشت کارتوشکا این خیلی کار باید کرد. اونجا وزیر کشاورزی، معاون وزیر کشاورزی هم هست. با معاون وزیر کشاورزی 3 زن کارتوشکا کاشتن را یاد داده ایستادند. و گفتی این مسئول دولتی در شرح به همین عکس نادرست فکرانی کرده شده است. این مسئول میگوید ما با مسئولین خودمان صحبت کرده گفتیم که به مردم شرح دهید این صورت نادرست بحث می شود. محمودوف میگوید که ما اکنون به مردم طریق شبکه فیسبوک فهمانده ایستادیم که مبادا رهگم نزنید و اینجا برادرها یک سمیناری آموزشی بود. این زنها تنها طرز شینانیدن کارتوشکا را نشان دادند. حالا اینها در به در مردم در آمده به مردم میفهمونند که مردم نادرست فهمیدند. یا اینکه حالا تلویزیون، شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های رادیویی را استفاده میکنند. حالا پایده استید تا اینکه مردم فهمد که این 3 زن کی بود و آن 50 کس کی بود، 50 مرد کی بود. به گفته حکومت کانیبادام سمینار ولایتی کشاورزی در جماعت دهات پولادان شهر کانیبادام برگزار شده است که در آن نه تنها کشت کارتوشکا بلکه تکنیک های کشاورزی
تخمی ها را هم به نمایش گذاشتند. در این سمینار معاون رئیس ولایت سوخت ظریف نظیری و معاون اول وزیر کشاورزی سعدی کریمزاده نیز شرکت کردند. فهمیده شدید؟ این عکس نوبسته از آن که مقامات چگونه شرحش میدهند بیانگری واقعیت امروز تاجیکستان است. حتی همین شرح مسئول از شهر کنیبادام نمیتوانست دیگر باشد. شما میتوانید برای شرح بدیل خواه مقام کشور از رئیس جماعت تا وزیر مراجعت کنید. دقیقاً به همین مضمون به شما میفهمانند. کسی نه از این مادران و نه از نزدیکان آنها و از ملت عذر نخواهد پرسید. برعکس مثل انا همین مسئولی حکومت کنیبادام مردم را گناهکار خواهند کرد که مردم نادرست شرح میدهند، نادرست میفهمند و فتنه میاندازند. فقط انا همین گروه حکومتدار دایم حقند و درستند. دایم مردم نادرست است، دایم مردم خیانتکار است، دایم مردم گناهکار است و دایم مردم فتنه‌گر است. فقط اینها کار درست را میکنند. در تگ باران چند کودک را تبلک نوازانده سر میتیند. در تگ باران خودشان با چترهای کلانی چند دلاری می ایستند. وقتی که مردم واکنش نشان میدهند میگه شما نادرست فهمیدید. 3 زن را نیمقد کرده به میدان کشت سر میدهند. 50 مرد در یک طرف می ایستد، 3 زن نیمقد کار میکند. بعد به این واکنش شود میگن شما نادرست فهمیدید. اینجا سمینار بود. سمینار محض برای هم 3 زن بود. 10-15 سال اخیر قسمت اساسی بخش کشاورزی کشور به دوش انمی زنان افتاده است. واقعیت حال اساساً به دوش زنان بیشوهر یا زنانی که شوهرانشان به مهاجرت رفته و غیب زدند و مجبورند با هر راه زندگی خود را تامین کنند. این زنان که بار گران زندگی به دوششان افتاده است، تربیت فرزند، تامین خانواده، تامین بودجه کشور، معاش منصبداران و 10 ها وظیفه دیگر را به دوش دارند. به عوضی یکی از کمترین معاش ها در جهان 12-14 ساعت زحمت میکشند. از درآمد حاصل مهنتشان شاید 1-2% نصیبشان شود یا نه. باقی همه به کیسه همان شکم کلفت هایی که در این عکس میبینید. عکس رو بینید. این زنان از اولین روزی کارشان در زمین تا آخرین لحظه برداشت حاصل عیناً همین طور از طرف انا همین شکمدم ها غارت، تحقیر و سوء استفاده می شوند. این شرح این مسئولی بی‌تمیزی شهر کنیبادام هم بیانگری مناسبتش با زن، مادر و دختر مردم است. نه؟ وقتی این شرح را میداد این مردک فکر نکرد چگونه می شود که زنان به متخصصان در رأس نائب وزیر کشاورزی شیناندن کارتوشکا را آموزش دهند. این چی گفتنی گپ است؟ رئیس کشاورزی شده چی علف میخوری اگر کارتوشکا شیناندن را ندانی به تو یک زن یاد تید؟ شرح داده مقامات کنیبادام رو بینید. این خیلی نمی شود. این 50 شکم کلان بار نه اندیشیدن که نیمقد ایستادن و کلند زدن زنان در پیش 10 ها مرد بیگانه نه تنها برای زنی تاجیک، زنی مسلمان، بلکه اصلا برای ذات زن تحقیر است. تحقیر به خود زن، به شوهر و پدر و پسرش، به نزدیکانش و عموما به کل مردم.
به کل ملت. آیا یک نفر از این مفتخورها راضی می شود همسرش، دخترش، مادرش نیم قد نزد 50 مرد کلان زند؟ 50 مرد بیگانه؟ اینها خودشان رو کی می حسابند؟ از طرف دیگر توده مردان گردنقفز در سر زنان زحمتکش یا عموما یک توده بزرگ مفتخورها در هر اداره دولتی از واقعیت‌های دیگری تاجیکستان است. همه جا همین خیلی. یک نفر از یک خانواده، اساساً از آنهایی که نه عقل تجارت دارند و نه حوصله کار کردن، یعنی ذاتاً مفتخورند، با کمک تمام خویش و تبارش وظیفه را در یک نهاد دولتی میخرد. وقت صاحب وظیفه شد، نیمی از اولادش را به ادارهش میبرد و یک کارخانه دولتی تبدیل می شود به چراگاه یک خانواده. یا وظیفه را گرفت، چیکار میکند؟ با چند منصبداری مثل خودش شرطنامه لفظی میبندد که من فلان نفر از نزدیکان تو را، از اولاد تو را به کار میگیرم، تو به همان مقدار نزدیکان مرا به کار میگیری و شروع میکنند به غارتی بودجه دولت. یک گان خیلی پوشیده نیست که هدف بیشتری آنهایی که در تاجیکستان منصب میگیرند گرفتن درآمد مفت است. یعنی منصب کاملا به یک بیزنس تبدیل شده است و تنها با همین هدف خرید و فروش می شود. و اساساً بین آنهایی که جز جمع‌آوری پول مفت با دزدی بودجه کشور و غارت مردم عادی چیزی دیگری در اندیشه هایشان ندارند. در کله دیگر هیچ چی نیست. وگرنه چقدر باید بی‌حیا بود که بین 50 نفر دیگر ایستادو به 3 زنی که کلان میزنند نگاه کرد. همین بس است بگوییم که در اینجا یک نفر اهل ناموس وجود ندارد در همین بین 50 نفر. ملت گرفتاری ان همین بیناموسان است. ببینید، رسم رو ببینید. در دست پاپکه، در سر تلپک اندتره، درون تلپک کله خر. اگر کله آدمی می بود از 50 نفر اقلا یک نفر پیدا می شد و می اندیشید که این مناسبت به زن نارواست. نه؟ اگر کارتان درست باشد چرا رسم را از صحیفه رسمیتان برداشتید؟ میدونید که کاری ناروا کرده اید. میدونید که مناسبتتان به این 3 زن نامردانه، ناجوانمردانه بود. برای همین شرم داشتید، رسم را برداشتید. همین خیل جامعه را که ان همین خیل بیناموسان اداره میکنند، مرد کار بازار زن ارزی وجود میکند. مرد کار بازار زن. حالا در همه شهرهای کلان تاجیکستان مرد کار بازار زنان پیدا شده است. یاد دارید تماشابینان گرامی؟ حتی در زمان جنگ شهروندی کسی شاهدی این نبود که در شهرها مرد کار بازار زنان وجود داشت. حالا این کله‌خرها آهسته آهسته جان گرفته از دزدی غارت ملت کیسه ها پر شده پاپکه به دست شدند. مردهای ملت در روسیه مردکار، زنان باشند در تاجیکستان مردکار. زنان مردکار در تاجیکستان، مردان در روسیه. این پیشوای این کله‌خرها رو میشد گفت که پیشوای ملت نیو، پیشوای مردکاران. چرا؟ این حکومت زن و مرد همه ملت را مردکار کرده است.
حالا شاید ما رو متهم به این میکنند که مسئله رو ما نادرست شرح میدهیم. گفتن که ببینید تماشابینان گرامی، این رسم را نگرید. مرحمت، همین رسم را چگونه شرح دادن ممکن است؟ چگونه؟ مردان ملت در مهاجرت و سرسانی این کله‌خرها مادر و خواهران ما را به صحرا برآورده نیمقد کنانیده کار می‌فرمایند. کله‌خرها. ببخشید، خر را هم تأخیر کردم. بیچاره خر هم تأخیر شد. میگویند که مسکین خر اگر چی بی تمیز است، چون بار همه برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار، به ز آدمیان مردم آزار. برای همین در این رسم 3 زن نه، به باوری کامل میتوان گفت که 3 مرد کار بودند، باقی همه جانورها. خیر بیایید خوشگمانی کنیم. یک خوشگمانی کنیم. شاید این 50 جانورها پیش از کاشتن کارتاشکا یوغ کشیده در گردنشان شدگار کرده خسته شدگی. یوغ کشیدگی اینها. یوغ کشی کاری وزنین کو؟ اکنون کارتاشکا کاریدن نسبت شدگار با یوغ کشی وزنین تر است. یوغ که کشیده شد کارتاشکا را همه میکارد ده. همین خیلی نه؟ باز اینش هم هست که نزد جانورها کار کردن عیب نبوده است. جانورها نامحرم نیکو. این جانورها برای همین به ملال ایستادگی در وقت زنها کار کردن. نظر شما چیست تماشابینان گرامی؟ لطفاً بنویسید. اینجا پایانی برنامه امروزی ماست. تماشابینان عزیز، لطفاً زیر نوار علامت لایک را پخش کنید. هر چقدر تگمه لایک پخش شود، همان قدر زیاد این نوار در شبکه یوتیوب توصیه می شود. تماشابینان عزیز، کسی لایکی که شما پخش میکنید معین کردن نمیتواند که آن لایک را چی کسی مانده است. اگر هراس دارید، به شما میگویم یگان مقامدار، یگان مقامات انتظامی این را معین کردن نمیتواند. این یوتیوب است. این ادنکل است که نه. آبونه شوید. تگمه لایک را پخش کنید تا نوار به دیگران نیز توصیه شود. باقی در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در هفته دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.